سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز میخوایم دوبله‌های فان و با مزه که روی یه سری ویدیوها هستن رو با هم ببینیم. بدون معطلی بزن بریم. ای خوشگله، بیا واسه غذا آوردم. یه چی آوردم عشق کنی. کو چی آوردی؟ این توی بیا. ای حروم زاده! بگو بده خب بده ای آن معلومه پدر نداری کیانم یه میوه جلده بخورم چقدر تون باشی شم کشود نمیبینم این همون مواد فروش پارک قیطری است. مامورا اومدن. بگو بفرما. دست در نکنه پسر تو میخوری ای نگاه کن جیجی از زمین داره در میاد. جیجی اینها چه بلدا پسرم قنده از سلام دستی تو بدی مامانی. مرسی مامان. قربونی دستت برم. مامان چرا دستت اینجا خودتون سنت منم. مامانم آره مامانتم. این تو مامانم نیستی پتو. مامان دوست نگاه کن تو رو خدا الکی لم داده اینجا. پاشو. ای خدا لعنتت کنه ریدم به خودم یه روزی من تو رو میگیرم صفر. تو رو خدا وضعیت ما رو ببین. نجیر داداش، فیلم نجیر. اشرف مخلوقات نیست چه؟ ازجل مخلوقاته. یواش حیوان آروم. حیوان کوس نم 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 مریم دستی در نکنه یه لحظه. آره قربونت برم دستمو بگیر. شدیدن سنگ شدم. روده ها مثلا یه وضعیه که خدا اصلا نصیبش کنه. اینا چیه رو سخت گذاشته. اشم جلوتر قول بده. دست در اومد. افتاد بذار روشو ببندم. وای هوا سرده. وای نکن داداش چی کار میکنی اینجوری که من پاره میشم. بیا قریه ماهی رو کنسلش کن. اومده که آره تو هم میگوی پروپلر رو ول کردی اومدی منه نوب سگو بگیری. بگیر بگیر ای وای دستم وای ای آره همه تیو برداشتی دیگه. ریدم برات اینم بردار. بله زهر مار نمیبینی من مردم جسدمه. رحم الله من یقرأ الفاتحه. باز اومده چه اینقدر تو به سر گرفتی میخوای من پروپلر رو بگیری. بیا ماشاءالله. محمد سرم چی کرده. وسایل تو دارم میبینم. محمد سرم. بیا محمد این چیه با خودت آوردی؟ نگفتم با هم دیگه بازی میکنیم یکی دیگر رو نمیاریم. باشه حالا اشکال. محمد قهرم. بابا وسایلت هم نکن به دوربین. یه موومنت زیبا. محمد من جیم. برو بابا. ماتمی. محمد میگم وسایلت کو؟ محمد وسایلت نیست. خدا من کنارتم اون دختره. محمد تویی؟ بله. پس چرا صدای نوتیفیکیشن وسایلت عوض شده؟ اندروید خریدم. علی نیومد که بریم باشگاه. من کجا رفتم ما سر نفش منتظرتم. محمد چطوری؟ علی چی کار خودت کردی؟ چه سر وضعی؟ داداش بدنم زدم که تو باشگاه فیگور گرفتم. عضلات مشخص باشه. نکن داداش الان بچه‌ها بدنت میبینن حسرت میخورن. بزن بخورن. بچه هستی؟ این رنگیه. این چه رنگیه؟ این چه رنگی دارم میگم. من چه میدونم؟ من سیاهم. تو سیاهی. بابای من سیاهه. یک مدیر تازه رنگ میگیره. آقای دکتر اینجوری نیست مگه؟ خورمالوه مگه. امروز واسه تخم مرغ خریدم جون بگیری بخور نوش. دست شما مرسی. خیلی دوست دارم تخم مرغ. کیره داخلش توشه؟ نه بابا عمقش سفیده. وای دست شما در نکن جایزه داره. آره. وای رسیدم به جایزه. چی شد پس؟ یه همچین بوی میده. چه بوی میده؟ سیدی بهداشتی میده. عجیبه. ببین خوشمزه است. اول بخور تو. آخه ناموسم بود سوالات میده. این چیه ورداشی و دیشول پدر؟ خب این اصلا شبیه تخم مرغ. ای دستم رفت توش کی صفت. داداش ایشالا یک در دنیا 100 در آخرت بهت فرو کنم با این غذا دادنه. حالا من بود چه سر و دستم چجوری پاک کنم؟ نگاه کن بر پدرت لعنت.
وحشتناک بود. چقدر ترسیدم. دیگه این دنیا به در نمیخوره. منو به خود تمومم کن. من تصمیممو گرفتم. نریخ بخود. خب ببین من از اینجا که برم تو اینجا اینقدر از جامشم بخود جامشم نیسته پیشلست چطوری که برم از این بر بیام نه در دهنتو باز بکن که من یک هواپیماییم که میگم برم تو بیخود درتو باکن دیگه اصلا من مودم یا فکر من مودم یه حیوان آزادی هم محسوب نمیشه بخود نمیخورم چی میخوری بس کلم آوتالم بچتریانی چیه؟ هیچی بابا یاد اون گاب افتاده کدوم؟ اکسم کونه لغش کجا انگوش بیدم؟ پایین سمت چه بودی؟ بفرمایید. سلامتی دندرسی بود. زحمت 5 رو بهم بدین از ته باید بردارم. عمل با موفقیت انجام شد تبریک چیکار کردی؟ به تو سوختم چی بگم موش خورد که انگیزه و زندگی ندم انرژی های منفی رو از خودم دور کرده و کائنات به من مسلط خواهد شد. رک و صاف میگم پول میخوام. بلدرچین آقا قرآن یا کریمه اکبر جوجه هر چیز پرنده یه من میدونم کفتره باید پدرت لعنت تو بی ناموست دلغت درست گفتم من دیگه از این زندگی خسته شدم بازیه بذار کنار نه سب کن فلم کن برای چی میخوای به زندگیت پایان بدی سب کن زندگی هنوز قشنگیاشو داره خب زنده بمونم خیلی دوست دارم مواظب تخمام باش تخم شون پدری کن خدا حافظ نه سمت محمد آی محمد به نظرم فرار کن محمد آروم باش از همون سوراخ که اومدی برگرد خودم برو بسر تو که گفتی یا سمد یا محمد یا رفیق من لا رفیق له الغوث خلصنا من النار یا بعد سر صدا میکنی تو گوه خوردم دور از جون من خیر تو میخوام برو این که همون سوراخ محمده نی از یه سوراخ چند تا جغد میکنی تو انگوش نکن حس میکردم از وجودم زندگی و بور کرد تو بند بودنم خورشید طلوع کرد آقا بفرما لیمو شیرینه بخور خودت میفهمی دهن خدا ازت نگذله خودش زمین میفروشه تو دریا بعد به اون یکی میگه که این کلا برداره دمش گرم. رفته بودم که سخ بودم به جنگل جواد نیومد بی وجود انگل من رو دادم سختمش و پایه بود عنکبوت اندازه خواهش میکنم نوکرتم و اگه سمی بود که من میمردم انقدر دوستش داشتم براش میخ و چکش آوردم خونه درست کردم من برای وقت خدا شاهده این چی سخ اژدهای کومودو که ناامیده سخش بدیم ترتیبمونو مشخص میکنه جواد اول من بعد تو میگه سوسکو ببین پروانه رو ببوسش آخوندک دست نزنی بمو یا ابوالفضل عنکبوت نیش بزنه میمیری دست از سرم بردار آدم کیه وگ کشورو ملیجه وگ آخوندک رو رها کن جواد بیا فکری به حال ما کن چقدر قشنگ شعر میگم من حیوونا رو ول کن به فکر نوم باش عاشقی کن کمتر به فکر کوتاهی عمر باش عنکبوت نیار جلو ما میمیریم بابا قضیه اینه تا فکر کنی از حیوونا سیر شدی یهو میبینی بعدی اومد سلام نوکر یکی بگم خب بین خودمون میمونه واقعا من تا حالا چیزی گفتم به کسی الان که دارم فکر میکنم چرا گفتی
چیه گفتم؟ از یه سپیده رو به محمد گفت. تو نگفتی نگو بهش. من بهت گفتم نگو. فرامرز تو به من گفتی نگو. بگو با خدا گفتم. با خدا گفتم. خدا بزنه کامل آدم دروغگو سگ هستن. دروغگو سگ نیست. آدم دروغگوه. آدم نمیگی؟ هم بر گفت اومدی الان گرفت منو باش داداش تو رو ما ببینیم باش بیا داداش بریم دیگه سری بریم که ما رو بخوری سری داداش پاشو بله مامان بله مادر عزیز مامان الو مامان Baby doggy, what are you doing in the jungle drinking water from the ocean? Alligator is coming. Oh, Allahu Akbar. Jesus is coming. The baby doggy want to baptizing this alligator and is spitting holy water in his head. Alligator say, sorry Allah, I changed my religion. شما ساز میزنی؟ بله. چی میزنی؟ آفرین. درود بر تو. اسپارک مطمئنی میتونی اینو درستش کنی؟ حالا با مکاری نداری. آخه دیوس جلو دهنتو ببند. از لحاظ روانی یه هفته است با خودم قهرم و از لحاظ جسمی اگر یک روز کامل رو نخوابم مثل گوشیم خاموش میشم و از لحاظ روحی هم یه چیزی بین ولم کن و بغلم کنم. فعلا نزدیکم نشو، احتمال گاز گرفتگی بالاست. نکن پول سگ. مامان حاله من کجا گذاشتی؟ آشپزخونه که سیفه حضیرهایی که سیفه نه دخته اون کیه؟ آشپزم موضوع کاریه. چه کاری؟ داره بیم آشپزی هست. آره بدن موش و بادمجون رو با هم دیگه اضافه میکنیم. من برم. آقا خداحافظ. چی داشت بهت یاد میداد؟ ترش موش. چرا انقدر شک داری؟ داداش من غلط کردم خودت بخواد چیزی بعد باید دیگه دیرم من گاه خوردم داشت نمیخواب دور بخورم یه خوری که گاه خوری خواست من بخوری الان جو بمون. سلام چرا جمع شدیم جلوی خونه من؟ الان واسه توضیح میداد. بچه ها آماده ای؟ بچه ها جمع شدیم خونه جوادینا باز نمی کنه در و دیوسو ببینا مزه گرفتیم و آباد بروی اینا برو باز کنینا. بفرمایین یکی نیمه راسته نمک و فلفل بریز تو کاسه خوب بکوب و بریز روش گوشت خوب و باز بمال. حالا از ته شروع میکنیم تا به سرش برسیم. خام خوری نکنی کرم میگیری. بعد نیست حالا با یه چکلات پیشش کنیم که مزه شوریشو شیرین حس کن. تو جهنم میبینم حس. دیگه وقت خداحافظی باید خاکش کنم. من چون سفید دوست دارم آرد سفید و پودر خمیر مایه و روغن و اینا رو باز با مشت پشت قاطی. حالا یه روسری که برکتو نبین. سینی تو کف آرد میزنیم که بهش نچسب. اگه برکت چند برکت در میاد. حالا یه لواش و یواش میذاریم سرخ بشه براش. پیازی و ناله کن تو کاسه. ببین کاهو واسط خوبه معدتو جمع میکنه ولی کلم از پایین پهن میکنه. گوجه لبو تر میکنه. هویجشو تنگ میکنه. حالا ترکیب اینا با آب لیمو منگت میکنه. دیگه وقتشه گوشت خوبمون از زیر خاک در بیاریم از سرش بگیرای. حالا وقت باز کردنشه. به عجب گوشت چرا بو ماهی میده. فکر کنم اون زیر اینجوری شده ولی من دوست دارم میخورم. لقمشم میکنم. این روشه اینم توشه میده مزه گوشت کوسه. ای وای خدایا خرس. سلام ورزشکار. برو گم شو. چقدر انی یکم خاکی باش. عمو بیا بازی. تو بودو چقدر چیشم. وای چیشم. مامان چیشم. آی مرد زنده رو. وای اینا رو نگاه کن چی گوشتای مختلف تو بدن ورزش. نترسید عموه. وای تو خونه اینا بو بیفی. چی؟ گوزیدی؟ آی چه بویم میده. ببین من خیلی خرس قانعیم. یکم دیگه بده. من دست شما مرسی. ببین به ناموس هر کی به این بده بخوره. حرامزاده. بده من چیف بخوری. خیلی انی آقا امروز مثل همیشه تنبل باشی نمیشه. ورزش برای خونه کی رفته توی لونه بخور منو نمونه. همسایه کسی خونه یکم غذا بده به من. نمیره چی چیزا که میبینه. چی هستین شما؟ حسد نکن مرا. تومسایی؟ چه فرق داره بسته؟ خوزنده هستین یا چرا نمیره؟ پوستاندار؟ یه دو شادوست نرماده هم داری؟ چیکار؟ نه چیکار کردی؟ کورت قرمزی هم دی کارت قرمز دارم برنن میگم چی جان داری؟ آقا ما سوسمار هستیم بل سمساری دارین؟ زبون نفهمیه
آقا تو رو ارواح مرد میگه تو دارم دارم اولین بار منه یا خیلی خوب آروم وای دو چرخم رفت با وایس من اینجوری نمیتونم زیر دلم درد دیگه نکن وای کولی بازی وای خون اومد وایس چی خوب بابا همونجوری نگه داره بربای مرد وایس یه لحظه شل کن بیا ببین اومده نه بابا خون کجا بود توهم داری میزنی بنده خدا تحمل نداره من دارم میمیرم خون نیومد خدایی نه آقا این شیاف دیگه وای تو رو خدا آروم کن یه بار دیگه شل کنی تمام دیدی اسد درد داشت الان بهتر شد که همسایه اومدیم بخوریم نباید بگی که بخوریم بس چی بگم پیاز داریم نه جا احمق بریم سومساری اومدیم نیستن داشتون انگار چراغاشون روشنه باریکل این چیه سگه عروسکیه در بزن اینا مسکی خب باش همسایه وای من خیلی پارم بپای برفرمایش میگردم ببخشید میشه قدمتون تکون ندید؟ واقعا معذرت میخوام گیخای منقدر تکون نخور خانم معذرت نکن میخواستم من دوما باشون قد کنم نه جون تو خوبه من دوما خودم قد آخ آیه بمال که داره میاد خستگی من تنم بیرون خواهشم بعد از اینکه سرم مالیدی جای دیگه من بمال یعنی چی جای دیگه تا بمالم؟ این بی شرف آخرش بود چرا بین کردی؟ این بار یکی دیگه تخم مرغ بخور این دست شما مرسی امیدوارم این یکی هم مثل اون یکی ان توش نباشه نه ان خوشمزه است خوشم اومد ای بیچاره بدین حرفا چیه میزنی خفه شو بابا این چسی ناشتا میای واسه من برو مال اونو بخور ببین شانس آوردیم واقعا تخم مرغ وگرنه بچه جنگل میخواستن که امروز واسه تیتا آوردم خیلی متشکرم مرسی که دوتا آوردی خواهش می‌کنم خوش اومدی بفرما میگم اما نداره یه چند تا دیگه بهم بدی آخه مهمون داریم چند تا کنم برای یه دونه دار دونه بابا آخه یه دونه رو کجام کنم حالا ایایی هم نداره یه دونه رو بده من خودم تو خونه تقسیم بندی خیلی بلدم افتاد این سری بعدی که نازت خواستی بیا یکم تنگش کن چند تایی با خودت بیار کارت ماشین تو ندارم گواهی نامه که داری نه ندارم پس من مجبورم ماشین میرسوی میشناسی کدوم میرسوی سرهنگ بله میشناسم عمومه باهاش حرف زدم نه به جان خودم وای تو رو خدا آره صبح دیدمش جدی میگی به خدا خب بعد چی شد دستشو گرفتم رفتیم کافه چه به خدا چی گفتی نشست روبروم چش تو چش ایجا. بهش گفتم نبودی یه مدت بعد اون چی گفت اتفاقا دلم واسه تنگ شده بود میخواستم ببینمش ناموسم به خدا پرام ریخت خب بعدش هیچی شمارهشو گرفتم نه بابا گفتم آخر هفته بریم رستوران چه سکسی آره دیگه قبول کرد آره گفت میام لباس خوب داری یا بهت بدم بابا جان بیا تو پیجم بقیه دوبلارن ببین حالشو ببر یا حضرت پشم داداش یان داداش میگم پدر این با خرس جفتگیری کرده والا من نمیدونم در جریان نیستم واه چقدر درشته رستم دستان باشه شاید گربش باشه میگن زنگ بزن تعمیر کار بیاد آقا من خودم دست با آچارم چی فکر کردی ریدم مرچی که پوفیوز داری چه غلطی میکنی اینجا با تو هم به من نگاه کن حاجی سیرس خیلی پرد سربه یه امتحان بکن حتما یه وقت خدای نکرده دستپخت شما رو اعانت نمی کنم باشه دم میکشید خوب میشد ولی اون لحظه بوی میداد من گفتم خودم گی کنم داخلش مهمون دید دقیقه بوی گی من ده گریه میکنم جیبا اینجی چمونه با صدای بی صدا آقا نخون آقا جان نخون بره بچه من امتحان داره تو همش داری اینجا داد و بیداد میکنی بچه تو اول من چیشی امتحان داره میده مدرسش خوب نیست به خودم من استشهاد کنم استشهاد برو هر کاری دوست داری آقا کی به تو گفت صدای تو خوبه مجید بیا کوسه مالا نخندی کمک کسافت الان میگیره پارم میکنه مجید بی شرفه کار بیاد تو خدایا تو خندی داره اوی پاش ندا مالانه خود کوسه مالانه شما چندی؟
انجا دریا میگم تو خورشیدی؟ نه چطور؟ پس چرا هر وقت میبینمت گرم میگی؟ نه جیمز خیلی میگم. صد رحمت به گوساله، باز اون بلد چیزی رو غذا بخوره. اینم از بچه تربیت کردنت. من ماهیگیره رو میشناسم بابا، بچه محلمونه. ایسا دقیقا ستاری. برو 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 ببندن تو دیگه. برو 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 که ما اینجا داریم زندگی میکنیم. ببند اون دهنتو، خفه شو. مری گرفتم که سیاه بود و زرد، سقش دادم عصبانی شد من کرج پیاده کرد. تو دست من عدای اسیر در آورد. فکر میکردم ماده است، کیا مثل من اشتباه کردن ها. عجب قاری جواد بساز مستند، خیلی گشاده عین کل غارهای مشابه. اغلب مشکی که تو نور تابیده، هر کیو زده خارشو گاندی. عجب آدم خوبی بود، مرد بسیار درستی بود. دوباره غار و این چیز پرنده، دوباره خفاشای مادر جنس این خفاش تردید داریم، مطمئن نیستیم اینا از چی نوعی انجواد؟ نمیدونم، منم تردید. ممنون از اینکه تماشا کردین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب فراموش نشه و همینطور نظرتون رو برام بنویسین. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.